سفارت تاجیکستان در روسیه شام 30 مای سال 2023 چند حالت موج بازداشت‌های عمومی مهاجران تاجیک را که روزهای آخر در گوشه‌های گوناگون روسیه زیاد به مشاهده می‌رسند شرح داد. سفارت وابسته به حالت بازداشت 150 نفر مهاجران در منطقه میتینو که روز 30 مای خبرش نشر شد خبر داد که کارمندان خدمات کنسولی به شعبه کارهای داخلی منطقه مذکور سفربر شده معین کردند که از این شمار 57 نفرش شهروند جمهوری تاجیکستان بوده. تا شام 30 مای 20 نفر آنها آزاد کرده شده. تفتیش حجت‌های بود و باش باقی مانده شهروندان ادامه دارد. سفارت گفت در بین بازداشت شدگان شهروندان دیگر دولت‌ها نیز حضور دارند. سفارت با تکیه به معلومات پلیس میتینو گفت قرار است بازداشت شدگان پس از تفتیش حجت‌هایشان طبق ترتیب از این مؤسسه آزاد کرده شوند. سفارت در مورد قضیه دانشجویان تاجیک دانشگاه شهر کمسمول لب امور روسیه خبر داد که به مقصد حفظ حقوق منفعت‌های شهروندان جمهوری تاجیکستان در کشور اقامت گروه کاری از حساب کارمندان سفارت و کنسولگری گنرالی تاجیکستان در شهر نوسیبیرسک به جای حادثه شهر خباروفسک سفر برگردیدند. در حاشیه این سفر کارمندان سفارت و کنسولگری گنرالی با دانشجویان تاجیک همصحبت شده از حال و احوال آنها از نزدیک آشنایی پیدا کردند. سفارت گفت شماره عمومی آسیب دیدگان 10 نفر می باشد که جراحت‌های گوناگون جسمانی برداشتند و سلامتیشان معتدل ارزیابی می گردد. باید گفت که از طرف سفارت و کنسولگری گنرالی به دانشجویان آسیب دیده همه کمک‌های ضروری رسانیده شده. عین حال قضیه مذکور از جانب کارمندان سفارت و کنسولگری گنرالی در همکاری زیچ با مقامات‌های دخلدار کشور اقامت مورد بررسی قرار دارد. سفارت وعده داده است که برای حل عادلانه قضیه مذکور در دایره قانون‌های عمل کننده کشور اقامت تلاش خواهند ورزید. در روزهای آخر از شهرهای گوناگون روسیه درباره افزایش ریدها به ضد مهاجران تاجیک خبرها به دست می‌رسند. برخی ناظران امور تخمین می‌زنند که این موج نوع تعقیبات و فشار نسبت به مهاجران تاجیک در روسیه می‌تواند به نتیجه‌های نشست یکم سران خطای و آسیای مرکزی در شهر سیان ربط داشته باشد که خطای در آن نشست به کشورهای آسیای مرکزی وعده قریب 50 میلیارد دلار سرمایه گذاری داده عملا خود را به این دولت‌ها تا از روسیه هم نزدیکتر ساخت.